بیوگرافی مختصر ملک محمد یوسف خوشیوال. مرحوم ملک محمد یوسف خوشیوال فرزند حاجی ملک غلام سخی خان خوشیوال، نواسه جنرال ملک رحمدل خان خوشیوال در سال 1316 هجری شمسی در قریه میانده اولسوالی خوشی ولایت لوگر تولد گردیده، دروس ابتدایی خویش را در قریه آبایی خود ادامه داده. بعد به اساس وکالت پدرش به حیث قریه‌دار در اولسوالی خوشی توظیف گردید. نظر به شجاعت و مردانگی که داشت به صفت معاون شورای مشورتی وقت اولسوالی خوشی تعیین گردید. بعداً به حیث متعمد ذخیره تیل و پترولیم وزارت تجارت تعیین شد. نظر به تحولات سیاسی کشور به محل سکونت اصلی خویش برگشته، بعد از مدت دوباره در زمان اداره موقت به صفت مدیر حقوق اولسوالی خوشی مقرر و ایفای وظیفه نموده. بعد از سپری کردن میاد خدمت در این اداره به تقاعد سوق شد. بعد از آن نظر به ناتوانایی فیزیکی من حیث مستفید قریه در بین مردم خود زندگی اختیار کرد و سرانجام در سال 1404 1/10 از اثر مریضی که قاید حالش گردیده بود با عمر 88 سالگی دنیای فانی را وداع گفته و به رحمت حق پیوست. انا لله و انا الیه راجعون.